یک فرزند دارم اگر 10 تا شود یعنی سری وقت نیست نابود کردن نکن. بچه‌های جوان یوش که هستن عصبی میشن همش سوز میشه ذهنش فهمیدی؟ من 10 دقیقه نشد در پشت در با ماشین سیگنال دادستم تو نمیشنوی. سازه کتم حالی میبیم میزنم او رحمت با بیوین خونه میشینی سلام بخشتومانتا او مالش بیوین بشینیم با ماله خیلی سلام علیکم. سلام علیکم بچه اوچا؟ نه بچه این کریم در کجای اوچا؟ کریم در خونه؟ من 10 دقیقه میشه در پشت در ایستادگیم سیگنال دادستم. چه دای بچه‌م کجا میره در این خونه اون که اوز پریسوسه یا اون چه منم قطعی تلفن نفهمیدم اومدن تا او مریم من 10 دقیقه میشه در پشت در سیگنال دادستم این کریم تو نمیاد داری مرا بکشویا کار شده است که چه با کراکی میدوزم مریم لابای مادر اومدین مادر تو کاری من قطعی تو گرزستم تو میگم کاری من 10 دقیقه میشه در پشت در با ماشین سیگنال دادستم تو نمیشنوی. نشنیدم مادر کل میخونه نشد تو یه بارا کار شده یا دیوانه شده یا من همین خاطر گپ میزنم همین خاطر سیاست میکنم تو با همون کارات با همون رفتارات ها دفت اینجا اوچا ها بچه یک فرزند دارم اگر 10 تا شود یعنی سری وقت نیست نابود کردن نکن. استغفرالله یک کودکک داری ولی سوز میشه ولی اصلاح میشه خب زندگی دوام داره خیلی که بچه موبایل به خدا فرزندی مردم موبایل خیلی عذاب نتیشه ولی نغز میشه ولی کار یاد میگیره خیلی یوشه بچه یاد میگیره ما 90 دا میرم 150 دا میرم فقط کارت پشتیگیری های فقط کارت گرینم بدن دخترکه گرین ما بچه میچی نگو میگویزم خلاص میشم که خلوی بودم دو بلون دیگر رو سمونی هوای جای خود دلگیره مریم او مریم لابای بیا اینجا لابای مادر بشی اینجا او نه نزدیکی دا بشی خواهران مادران و اپاجانکوی ما امروز من نفر شما را توصیه میتونم که در خانه بشینه و معاش یک ماهه یمی اپاجانی ما 25000 سومانی قانونی بالا ای یعنی الیت دایرکت شرکت فابریک اپای مدینه جان. من مادر 3 فرزند هستم. خدا با شکر که برابر کارهای خانه و برابر تربیت فرزندانم باز در کمپانی فابریک کار کرده هر 21 روز زیاده از 25000 سومان معاش میگیرم. اگر شما هم خواهیتون از خانه نبرآمده معاشای خوب گرفتن مرحمت نمره واتساپ من بنویسید من به شما همه معلومات روان میکنم. دخترها فروخته گشتن به شما لازم نیست. دانستن زبان روسی هم در کار نیست. معلومات عالی لازم نیست. دخترها من از خانه برآمده نمیتونم برای که کودکای خردسال دارم. دخترها من یگان وقت بار نمیفروشم. یعنی که از من شما نمیتونید که بار خریدن برای کمپانی فابریک من نمیفروشم ولی من از کمپانی همین قدر معاشای خوب میگیرم هر 21 روز. برای همین دخترها فروخته گشتن این گپای کهنه میتونید که شما نفروشتن از خانه نبرآمده میتونید که معاشای خوب گرفتن. معاشای خوب گرفتن من شما یاد میتیم و پیش شما در اینترنت کتیم نفروشتن میشود دخترها. برای همین میتونید که واتساپ من بنویسید من شما با معلومات روان میکنم. شما همه معلومات گوش کرده وقت خارگیتون با اگر که کار معقول شد
من شما نامنویس کرده یاد میتیم دستگیری میکنم تا معاشای بلند برآمدنتان یordam میتیم تا دیرکتور رستورانتان خدا خواهد دستگیری کلان از طرف ما میشود دخترها وقتی که شما تیز دیرکتور میشوید از طرف کمپانی 20000 سومان شما گرفته میتوانید با از طرف نستانیکتان چلاهای تلو مریم لابای بیا اینجا بابای مادر بشی اینجا این نزدیکی دا بشی در همین خونه چی کم بودی های؟ یکم کم بودی نیستن؟ خوزی همینجا 2 مینوتی دیگه بیستم خوشو میروا تی خیلی عقل داری یا نداری؟ تی خیلی فهمیش داری یا نداری؟ همین عادی ترین چیزا رو باید من ترا گپ بزنم وقتی که سحر ای خود خستی باید تریزور رو بکشوی باید نیاره بیرون ببرانی در افتابکی بمونی که باد هوای تازه شون بزنه همین چیزا رو باید من ترا باید هر روز من باید ترا گپ بزنم یا تا بیفتا ها؟ آخه خونه رنگی باد هوا نیست اکسیژن نیست خیلی بکشو خب وزیر کلین بخوا چوکا دقت زیقی شنو خیلی زیق نشوی مردک مردم همه شب بخلال بچه هم خیلی هیچ گم نیگولی ویستا کمتر سیم سالش بلوتر شدن گیره با نقص میشه ولی که جوانای کمتر بچه های جوان یوش که هستن عصبی میشه ولی همش سوز میشه زیق نشه فهمیدی؟ زیق شنه گیری همه که دیخته دارم پیر میکنی زیق نشه همش نقص میشه چجا؟ ولی که ما توکه میشیم اوچه که کلین خیلی چای ما بیاره یا باید اگه مکتوبش کنیم تکلیفش کنیم که چای بیارم اینا مرا کارم دا دیر شده ایسته یا ولی هم چای تیار نشده ولی دم میکنه بچه هم اون کارش به اومده روز میبیورم همین همون دم ایوخی همه کاری خونه قبل سر یک کس موندنه روز میبیوره بچه هم روزی میارم بچه فقط کارتون پشتی همین کلی نگرفتنه من میگم همین دختر و دختری نیست همین زن من نه کاراش معقولای نه گپاش معقولای نه رفتاراش معقولای بچه یکی با همین شما بچه هم بهترین دختره خیلی خاطری شما چی میگیم دیگه مریم مریم لابای بیار آخی همون چایه 1 ساعت چید من دستر خوشتگیم آزی 5 ساعت پس آزی میاد چویا 2 ساعت هم یاری ها؟ چوی منکش برای کارا گفتگی من بگم من خودم چوی میریزم فهمیدی؟ خب با 5 ساعت نکنی این هنگی همین چوی کشی ها چوی یاد آخه باور که میگوی سنبقه بچه یک چوی شوندن چیه؟ تیفت بودن که نوکه تب چوی جوشی میرازی ایوان باور که اون چوی کلیدت محمد بچه من چوی نخوردم کلینه نه چویاش معقولای چوی هم کرده نمیتونه هیره بی
چوی بی رنگ. چوی خوبه که چوی خوبه که زبانم سوزون، دل جگرم سوزون. رنگی همون گپوی کوروی تو که هر روز دل جگری مرا می سوزونه. هر دقیقه و هر لحظه همین چوی همه میخیله. ها بچه من خطوگی کردم. من رفته همین دختر خواستگاری کردم. من همین دختر کلین کرده آوردم. ای عیبی من با کلمه گیرم که به اجازت تو من خوش کرده توی نکردم، تبی دلی توی نکردم. اوخه همین فرزندی بودم بچه. همین مادر به دنیا آورده بچه. توی هم مادر به دنیا آورده، این هم مادر به دنیا آورده. اینقدر سرزنش میکنی، اینقدر دلی دخترم میگازی، اینقدر گپی پست بلنگم میزنی. همین زندگی شکست و ریخ دوره. برای هر یک چیز زندگی گپ میزنی. تمامی کاری زنکی کار میگیری، کارهای مردکی خودت مرد بودن خودت فراموش کردی. این دستی کار گرفتن کاری زنکی هم. برای خدا تو مسلمانی، ما مسلمانیم. این اوبولا در حق فرزند مردم این کار ظلم کردن. یک صغیره دختره، یک بیچاره، یک یتیمه. هرچند که این پدر و مادر نداشته باشه که از حال و احوالش خبر گیره، هرچند که این یار و برادر نداشته باشه که از حال و احوالش خبر گیره، اینو فراموش نکن. این خدای داره که هر لحظه و هر دقیقه و هر ثانیه از حال و احوالش خبر میگیره. رجب علی